واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. منشأ سحر و جادو. How ancient is Babylon? بابل چقدر قدامت دارد؟ گفته می شود که قدیمی ترین شهر بود. هیچ تمدن پیشتر از تمدن بابلیان نبود. اولین تمدن اصلی به بابل تعلق داشت. پس ما برمیگردیم به زمان ما قبل عصر ابراهیم. برمیگردیم به خیلی قبل ها. پیشتر از زمان موسی و پیشتر از زمان سلیمان. پس الله متعال برای ما مبدأ سحر و جادو را بیان می کند. این است داستانش. الله متعال در مورد منشأ سحر به ما خبر می دهد که سحر چیست. وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت. الله متعال دو ملک را فرستاد با علم این که چگونه می توان با جنیان ارتباط برقرار کرد، یعنی با علم جادو. و این دو ملک به شهر بابل فرستاده شدند و این دو ملک اجازه داشتند که به هر کسی که بخواهد سحر و جادو یاد بدهند. اما این دو ملک یعنی فرشته با یک هشدار بزرگ آمده بودند و آن هشدار این بود که انما نحن فتنة فلا تكفر. این دو ملک به هر کسی که میخواست سحر را از آنها بیاموزد میگفتند ما آزمایشی از جانب الله متعال هستیم، با یاد گرفتن سحر از ما کافر نشوید. ولی اگر اصرار میکرد به او یاد میدادند. واضح شد؟ پس این دو فرشته آزمایش بودند و حتی میگفتند که ما آزمایش هستیم و هیچ فرد را آموزش نمیدادند مگر این که میگفتند اگر تو این جادو را از ما یاد بگیری کافر میشوی. اما آنها با آن هم میخواستند که یاد بگیرند. پس الله متعال میفرماید فیتعلمون منهما، مردم نزد آنها میآموختند ما یفرقون بین المرء و زوجه، آنچه که بین مرد و همسرش جدایی میانداخت و مشکل میآفرید. و ما هم بضارین من احد الا باذن الله، و آنها بی اراده الله متعال به هیچ کسی آسیب رسانده نمیتوانستند. سحر و جادو از الله متعال قوی تر نیست. اگر الله متعال بخواهد آن را دفع می کند. پس آنها به کسی آسیب نمی رساندند مگر اینکه اراده الله متعال در آن می بود. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، آنها چیزی را می آموختند که برای خودشان جز زیان چیزی در پی نداشت. پس هیچ نفع در جادو نیست جز شر. و لقد علموا، و آن دو فرشته به آنها یاد می دادند و می گفتند لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، هر کی این علم را از آنان فرا گیرد بهره در آخرت نخواهد داشت. شما می توانید این دنیا را در بدل آخرت بخرید. ولبئس ما شروا به انفسهم، و به چه قیمت زشت خود را فروختند. لو کانوا یعلمون، اگر می دانستند. پس جادو یعنی اینکه یک جادوگر با جن ارتباط برقرار می کند تا آن جن برایش کار کند. این نکته اصلی جادو است، اینکه جادو یک داد و ستد و یک معامله بین جن و جادوگر است. سحر به معنی واقعی یک معامله تجاری است، مانند این که به مغازه رفته پول بدهی و در بدل چیز بخری. سحر یک معامله است
و جادوگر چیزی به جن میدهد و جن در بدلش چیزی به جادوگر میدهد و هر دوی آنها به یکدیگر نیاز دارند، ولی قوی تر در میان آن دو جن است نه جادوگر. is the jinn and not the magician. خصوصیات جنیان. خصوصیات جن چیست و آنها چقدر قدرتمند هستند؟ جادو چگونه کار میکند؟ There is one hadith that is very fascinating. حدیث صحیحی وجود دارد و آن حدیث خیلی جالب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید جنیان سه نوع هستند. One type لهم أجنحة يطيرون في الهواء. یک نوع آنها بال دارد و در هوا پرواز می‌کند و سرگردان میباشد. آنها در آسمان پرواز می‌کنند، در حرکت هستند و زندگی خود را می‌کنند. نوع دیگر آن به شکل حیوانات است. گروهی از جن هستند که معمولاً به شکل حیوانات ظاهر می شوند و دو حیوان است که جنیان مشخصاً دوست دارند که با آن شکل ظاهر شوند، اما بعضاً به شکل حیوانات دیگر نیز در می آیند و آن دو حیوانی که آنها دوست دارند در آن شکل ظاهر شوند مارها و سگها هستند. اما این بدان معنا نیست که آنها به شکل دیگر ظاهر شدن نمی توانند، در اشکال دیگر نیز ظاهر شده می توانند. نوع سوم جنیان همان هستند که می آیند و می روند. این همان نوعی است که می خواهد ما را تحریک کند، همان نوعی که می خواهد ما را بترساند و در زندگی من وارد شود. سوالی که خلق می شود این است که آیا جنیان همین سه نوع را دارند؟ بعضی از علما می گویند که در قرآن و سنت بیشتر از اینها ذکر شده، بنابراین اینها فقط مثال از سه نوع آنها می باشد. پس به خاطر بسپارید یک نوع آنها در هوا پرواز می کند. این یعنی یک نوع آنها می تواند در هوا پرواز کند و انواع دیگر نمی تواند. بعضی از آنها خوب هستند و بعضی بد. به جنیان خوب جن گفته می شود و جنیان بد شیاطین نامیده می شوند. جنیان در کل متفاوتند، توانایی های متفاوت، خصوصیات متفاوت. آنها کارهایشان از همدیگر متفاوت است و علایق متفاوت دارند. And there are different categories of شیاطین. و طبقات متفاوتی از شیاطین وجود دارد. یک شیطان المارد نام دارد، دیگر افریت. مانند این مجرم ها بعضی از آنها ظالم هستند، بعضی متجاوز هستند و بعضی هم کافر هستند. همین طور برای شیاطین درجات نظر به کفر و نظر به قدرتشان وجود دارد و هر کدام آنها قدرت و توانایی متفاوتی دارد. درست مانند شما برادران و خواهران، بعض از شما 20 کیلو و بعضی دیگر 200 کیلو را بلند کرده می تواند. بعضی از شما ذکاوت بیشتر دارد و بعضی ذکاوت کمتر. الله متعال می فرماید که جنیان گفتند من الصالحون و من دون ذلك. بعضی از ما نیکوکارند و بعضی دیگر نه. و کنا طرائق قدده، و ما طریقه ها و تفکرات متفاوت داریم. بعضی از جنیان مسلمانند، بعضی ها کافرند، بعضی یهود، نصارا، بودایی، راهب و هر چیز دیگر، درست مانند انسان ها. قال عفریت من الجن. چنانچه در درس‌های گذشته خواندیم جنیان طبقات مختلف دارند و افریت شرورترین و قویترین آنهاست. طبق ادبیات غربی افریت همان دیمون یا دیو هستند، آنها بدترینشان هستند. پس افریت به سلیمان گفت قبل از این که از جایت بلند شوی من آن تخت را برایت حاضر می کنم که بر اساس علم فیزیک کاملا منطقی است. پس باید این را در نظر داشته باشیم که همه جنیان آنقدر قدرتمند نیستند. حقیقتی که فقط یکی از آنها گفت می تواند این کار را کند. این چرا واضح می سازد؟ واضح می سازد که بقیه آنها قادر به انجام آن نبودند و این واضح است که آن تخت باید داخل قصر باشد و اگر او میخواست تخت را بیاورد در هوا پرواز نمیکرد که همه او را ببینند، بلکه از قصر غایب شده و ناگهان نزد سلیمان علیه السلام حاضر میشد. این یعنی چی؟ یعنی جن این قدرت را دارد که ماده را به انرژی تبدیل کند و آن را انتقال دهد و دوباره به حالت اولش یعنی ماده برگرداند. به هر صورت این چیزی است که واضح است، نظر به چیزهایی که رخ میدهد. این برای یک جادوگر آسان است که یک شی گم شده را ناگهان حاضر کند. و یا وقتی که به توپ‌های کریستالی مشاهده می‌کنید چیزهای عجیبی را می‌بینید و آنها جن هستند که بازی می‌کنند و شما را می‌فریبند. پس تمام اینها امکان دارد و این را بنابر تجربه روزمره خود می‌دانیم. حال می‌دانیم هر چیزی را که جن انجام می‌دهد برای خود جن طبیعی و آسان است. برای خود جن، ولی برای ما نه، برای خود جن. پس جنها موجودات نامرئی هستند
ولی این توانایی را دارند که خود را به اشکال دیگر چون حیوانات و انسانها حاضر کنند و آنها توانایی آن را دارند که ماده را به انرژی تبدیل کنند و برعکس و آنها نسبتا قوی و سریع هستند. پس جادو در حقیقت همان کارکرد جن برای انسان است. چرا جنها برای جادوگر کار میکنند؟ حال ما فهمیدیم که جادو چیست. جادو همان عملکردهای جن هست. سوال اینجاست که چرا جن این کار را می کند؟ چه به دست می آورد؟ جن نیاز به امریکن اکسپرس ندارد، به پول شما نیاز ندارد، حتی نیاز به غذای شما ندارد. پس چی می خواهد؟ The magician cannot practice magic with یک جادوگر نمی تواند جادو کند مگر اینکه شرک بورزد، مگر اینکه کافر شود، مگر اینکه بر تمام احکام الله متعال به طور مطلق کفر بورزد. برایتان داستان جادوگری را نقل می کنم که توبه کرده. او داستان خود را گفت که چگونه به سحر رو آورد. او گفت من یک معلم داشتم که جادوگر بود. او تمام قدرت و توانایی های خود را به من نشان داد و من علاقمند با مختن جادو شدم. او گفت من به غار تاریک رفتم که خیلی دور بود و گفت من روزها بدون آتش، چراغ و گرما در آنجا بودم. گفت در بین دایره نشستم و این دایره را برای خوابیدن به رفع حاجت استفاده می کردم. او باید در بین نجاست خود روزها را سپری می کرد و زمانی که به ناپاکی مطلق رسید و کاملا با نجاست آلوده شد، شیاطین و جنها حاضر شدند و به او می آموختند که چه کند و برایش چیزهایی را یاد دادند و او گفت باز هم می خواهم، باز هم می خواهم. آنها گفتند نه این کافی نیست، برایت بیشتر از این یاد نمی دهیم مگر این که بروی و مرتکب زنا شوی و زنای معمولی نه بلکه با محارم خود زنا کنی. برو با یکی از محارم خود زنا کن، با خواهرت، با مادرت، با عمت، با خالت و یا محرم دیگر و بعد برایت بیشتر یاد می دهیم. و سبحان الله این فرد همین گونه پیش رفت. از او خواسته شد که به قرآن بی حرمتی کند. می دانید بعضی از جادوگران قرآن را زیر پای خود می گذارند. یک فرد زمان ساحر می شود که به بالاترین درجه کفر رسیده باشد که دیگر هیچ راهی برای بازگشت نداشته باشد و بعد می تواند که پیش برود و نباید گول فرد را بخورید که در ظاهر با تقوا معلوم می شود. به طور مثال بیشتر آنها در مسجد گرفته شده اند که بدون وضو نماز می خواندند و یا در دستشان تسبیح و یا چیز دیگری می باشد و یا قرآن نزدشان باز بوده و وقتی که خواستند صفحات دیگری آن را ببینند خالی بوده و یا نامهای شیطان در صفحه دیگری آن بوده ولی فقط همان صفحه را باز می گذارد که در آن آیات قرآن هست و میگویند من شخص پاک هستم، بزرگ هستم، استاد هستم و یا هر چیز دیگر. و سبحان الله حقیقت این افراد چیزی است که برایتان گفتم. این خصوصیات یک ساحر است گذشته از آن که ظاهرش چگونه است. در حقیقت به نحو به الله متعال کفر می‌ورزند. نزدشان آیت الکرسی است ولی فقط در وسط آن نوشته است یا شیطان یا هر چیز دیگر کمکم کن و یا در گوشه نوشته است یا محمد یا علی یا فلانی. طلب کمک از هر کس جز الله متعال و یا کلمات مشخص را برعکس و یا غلط نوشته اند و یا در اطراف آن حروفی وجود دارد. این حروفی که می‌بینیم چی معنا دارند؟ عین، جیم چه معنا دارند؟ هر یک از آنها یک معنا دارند. هر یک از این حروف به معنی طلب کمک از جن است. حرف عین طبق گفته خیلی ها طریقه است برای کمک خواستن از پادشاه جنیان. اگر تعویض یافتید که در آن قل هو الله احد نوشته بود و بر بالای آن حرف عین باشد، فکر نکنید فرقی ندارد. ساحران پیامبران شیطان یعنی ابلیس هستند که با معجزات دروغینشان مردم را فریب داده و آنها را به سوی کفر سوق می‌دهند. پس جنها برای جادوگران کار می‌کنند و در عوض جادوگران آنها را پرستش می‌کنند و از طریق جادو مردم را به کفر سوق می‌دهند.